هیچ انسانی کامل نیست. همه ما کمبودهایی داریم. بعضی از انسانها کمبودهایشان را مانع پیشرفتشان می‌دانند و بعضی با وجود این کمبودها به پیشرفتشان ادامه می‌دهند. این داستان درباره انسان‌هایی است که بدون توجه به کمبودهایشان با موفقیت به راهشان ادامه می‌دهند. آنها فقط نیاز به حمایت اطرافیانشان دارند. تبکی؟ خدای گانش، خدای گانش، خدای گانش. مقدمات بردن گانش رو فراهم کردیم. بله مادر جون، ما دبه ها رو پر حساب کردیم و واسه بردن کنار گذاشتیم. ما مثل همیشه گانشجی دوستدار طبیعت رو به شیوه حفظ طبیعت از خونه بدرقه میکنیم. 3 4 5 6 درود بر خدای گانش. 3 4 5 6 درود بر خدای گانش. 3 4 5 6 درود بر خدای گانش. حالا همتون یکی یکی آرزوهاتون رو تو گوش خداوند بگین. گانش جی، شما آمدین خونه ما ویهان و تابکیو به همدیگه برسونین. گانش جی، حالا فقط به من یه راهی نشون بدین تا بتونم تارو رو از تابکی دور نگه دارم و بتونم ویهان و تابکیو برای همیشه پیش هم نگه دارم. زنده باد. گانش جی، من واسه خاطر بیبی جون و خونه بادم حاضرم با ویهان توی یه اتاق بمونم. میدونین که این کار برای من خیلی سخته. حالا از شما میخوام که مراقبم باشین. خواهش میکنم خودتون. ویهان، تابکی، امروز اولین مراسم دعای شما دوتاست. برای همین بیاین همراه با ما مراسم خداحافظی از گانش رو انجام بدیم.
گوش کن تو میتونی روی تخت بخوابی، منم روی زمین میخوابم. جدی؟ تا اومدی تو اتاقم ده مثل دستور و مثل قیافه گرفتن شروع شد؟ خانم این اتاق مال منه، این تختم همینطور. پس برای خوابیدن روی این تخت به اجازه تو احتیاجی ندارم. بیا بگیر. هر جا دوست داری پهنش کن و بخواب. یه جوری به هم زل زدی انگار میخوای منو بخوری. جونه وقت تو هستی آقا، نه من. بیا بگیر بنداز رو خودت، وگرنه نصف شب بلند میشی میگه هیچی بهم ندادی رو خودم بنداز. حالا بی سر و صدا عین یه دختر خوب بهم شب بخیر بگو بخواب. خیلی واسم جوان مردازی در می آوردی. نگاه کن منم میتونم رو زمین بخوابم. اچو اچو هی ماشین قرصه، این پشه کشو رو انداختی؟ آره چون پشه داشتم منو میخورد. خب پشه بخورنت مگه چی میشه؟ 2-3 لیتر خون ازت کم میشه، هیچ فرقی به حالت که نمیکنه. حرفاتو زدی؟ حالا بذار من بخورم. تو فکر خوابیدن من دارم از سرفه وقت میمیرم. اینو خاموشش کن، من به دودش حساسیت دارم. زود باش. گفتم که پشه ها دارن منو میخورن. اگه زیاد اذیت میشی تو اون اتاق یه پشه بند است، برو بردار بذار بالا سرت. این دود عطسه منو در میاره. نه خیر، من توی پشه بند نفسم میگیره نمیتونم بخوابم. اگه تو اینقدر اذیت میشی، همونطور که اون روز توی گوشات پنبه گذاشتی، امروزم توی دماغت پنبه بذار. پنبه بذار بگیر بخواب. ای بابا، داری چی کار میکنی؟ دارم ترشی درست میکنم، میخوری؟ مگه نمیبینی؟ بهت که گفتم با دود مشکل دارم. حالا بی سر صدا بگی بخواه.
امسال هم مثل هر سال عده زیادی در مراسم بدرقه خدای گانش شرکت کردن و ترافیک شدیدی در شهر ایجاد شد. این ترافیک باعث شد که مردم موقع رفت و آمد دچار زنده باشه، شاد باشه. بشین چایی بخور. دیشب با من دعوا کرد و سر من خورد، حالا خودش سردرد گرفته. خب ادامه بده. در دهلی و نویدا پشه ها غوغا کردند. این روزا پشه دینگو اونقدر در شهر زیاد شده که مردم دارن دیوونه میشن. بیمارستانا پر از مریضایی شده که نیش پشه دینگو اونا رو بیمار کرده. جدی؟ انگار اوضاع خیلی خرابه. مانوهر دقت کن که همیشه خونه تمیز باشه. پشه توی خونه نباشه. به همه بگو پشه جدید دینگو اومده توی شهر. اولین نشونه پشه دینگو سردرد شدید و احساس خستگی و بیحالی در بدنه، درسته؟ بله پدر جان، شما نگران هیچی نباشین. من حواسم به نظافت خونه هست. توی هر اتاق یه پشه کش دودی گذاشتم. باشه. من صبحونمو خوردم، برم یکم پیاده روی کنم وگرنه چاق میشم. تو صبحونم باشه بابا جان. من رفتم. نکنه این به خاطر من تب دینگو گرفته باشه. تمام شب پشه‌ها داشتن میخوردنش. هنوزم سرش درد میکنه. اگه این مریض بشه که بابوجی منو میکشه. رسید داشت مانوهر. میخواستم ازتون بپرسم توی خونه سیب زمینی کال داریم؟ میخواستم امروز خوراکیشو بپزم. نه خانم نداریم، ولی اگه بخواین من میرم از بازار میخرم و میارم. نه نمیخواد شما بمونین. اگه شما برین که کی میخواد به این همه کار برسه؟ من خودم میرم. این الان نباید بره بیرون. اگه بره بیرون خسته میشه. اگه خستم بشه حتما مریض میشه. احمد مگه کری با یه بار حرف زدم متوجه نمیشی؟ هی دارم بهت میگم سیب زمینی کال میخوام، سیب زمینی کال. داداش این سیب زمینی کاله دیگه. یه چیزی مثل پیاز خام احمد. این سیب زمینی کالم یه چیزی مثل همونه. حالا چرا به من زل زدی؟ زود 2 کیلو بده بیاد وگرنه اونقدر میزنمت که مثل گوجه فرنگی سرخ بشه. باشه الان میدم داداش منوهر شما این سبزی رو خورد کنین، من از بیرون سیب زمینی کال میخرم و برمیگردم. منوهر نیازی نیست کسی جایی بره. ببین من خریدم آوردم سیب زمینی کال. هر چقدر دوست داری باش غذا بپز. زنده داشت. من میرم سیب زمینی کال بخرم و بیام تا اون موقع شما به کارهای خونه برسین. من خریدم آوردم دیگه، تو داری کجا میری؟ شما برو. ای وایسا ببینم. من که خریدم چرا اونو فرستادی؟ این چی آوردی ها؟ سیب زمینی کال. تو باید از من تشکر کنی. من سیب زمینی کال میخواستم، نه سیب زمینی نرسیده، یعنی آربی. تو گفتی سیب زمینی کال برای همین. اولا که این سیب زمینی ها به هیچ دردی نمیخوره. دوما این که این سیب زمینی کال نیست، سیب زمینی نرسیده است. برای سلامتی هم تازه خطر داره. دقیقاً مثل تو. تو حالت خوبه؟ من خوبم. این که هنوزم حالش خرابه. نکنه به خاطر من مریض بشه. چی کار کنم؟ این که با من نمیاد بریم دکتر. الان دیگه برزش و حرفیهان تابکی توی اتاق زندگی میکنن. وقتی اونا عاشق هم بشن مأموریت منم انجام میشه. بعدش این به من میرسه. وای بذار منم ببینمش. ببینم این الماس خوشگل روی دستای خوشگل من چطوری میشه. وای عالیه. انگار اینو مخصوص من درست کردم. ببین به دست من بیشتر میاد. بیا ببین توی دست من چقدر قشنگ شده. من مطمئنم به دستای من بیشتر میاد. بدش من دیگه نگاه کن. بده دیگه ازت خواهش میکنم. نه بده خواهش میکنم. ببین خواهش میکنم. فقط یه بار مثل امتحانش کنم. باشه
بیا بهت میگم. یه بار دیگه، یه بار بده. چوتکی بدبخت شدم. گیری کردی. چی؟ از انگشتم در نمیاد. چی میگی؟ این انگشتر الماس دیگه از انگشتم در چی نمیاد. میگی؟ بده من دستتو، بده من ببینم. الان مادر جون میاد پدرمونو در میاره که چرا بدون اجازهش انگشتر از کمد برداشتیم. خدا چوتکی برگیر. وای نه، مادر جون اومد. بدبخت شدیم. زود انگشتر رو در بیار. زود باش، مادر جون اومد. درش بیار. شما دوتا اینجا چی کار میکنی؟ از کی تا حالا دارم صداتو میکنم جواب نمیدی. کاری نمی‌کردیم، مادر جون داشتیم اینجا رو تمیز می‌کردیم. ببینین چقدر تمیز شده. آره منم اومده بودم اتاقتون رو چرا دستتو قایم کردی؟ چی تو دستته؟ هیچی نیست مادر جون. بیا این ور ببین. ای وای، این چیه؟ خب مادر جون موقع تمیز کردن خونه یهو دستش برید، برای همین دستشو باند است. تو بلد نیستی درست کار کنی؟ دختره بی‌عقل. برو استراحت کن. تو بقیه کارا رو انجام بده. خب بگیر خودت جارو گردگیری کن. آخ جون از کار کردن راحت شدم. تنبل خانم پرو، الان نشونت میدم. وقتی از کار کردن راحت میشه که این بال از روی انگشتر بیفته. فکر کردی خیلی زرنگیاره؟ آقای دکتر اینجا چی کار میکنه؟ بیبی جون راستش من آقای دکتر رو کار خوبی کردی. خوب شد آقای دکتر اومد. بفرمایید بشینین. به هر حال الان پشه دینگو داره همه رو مریض میکنه. چکاپ کردن لازمه. آره، من اصلا برای همین ایشونو آوردم. مامان بگین همه بیان چکاپ. باشه. عروس چوتکی، عروس برکی، زود باشین بیاین اینجا آقای دکتر اومده. خیلی خوب شد اومدین آقای دکتر. یه نگاهی لطفاً به انگشت این بندازین. باید باندش عوض بشه. نه بابا انگشت من دیگه خوب شده. خوبه. آره مادر جون به هر حال که زخمشو بسته دیگه، برای همین نیازی به چک کردن. آره باشه. مامان پس بقیه کجان؟ بگین همه بیان دیگه. منظورم اسانجه و آشوینه. اونا رفتن سر کار. کران الان میاد. مامان آدمای دیگه هم هستن. تارو رفته ادارش ویهان. تو معلومه چت شده؟ هم از صبح تا شب میگن تاپکی. الان که من میخوام تاپکی بیاد اینجا و دکتر رو ببینه هیچکی صداشم نمیکنه. تاپکی کجاست؟ اونا صدا کن بیا. اون خسته بود. تو اتاق ویهان، یعنی تو اتاق خودش داره استراحت میکنه. کاریش نداشته باش. آقای دکتر همه حالشون خوبه؟ من همه رو چکاپ کردم. همه حالشون خوبه. راستی آقای دکتر اگه کسی تب دینگو گرفته باشه نشونه هاش چیه؟ معمولا مریض بد جور سر درد میگیره، کمرش درد میگیره، سرما میخوره و بد جوری تب میکنه.
من داشتم دنبال دستمالم میگشتم، نمیدونم کجا گمش کردم. ببخشید ظاهرا اینجا نیست، بعداً دنبالش میگردم. نجات پیدا کردم. تب نداره. کجاست؟ برو. تو زده به سرت؟ داری چه کار میکنی؟ این چه طرز بیدار کردنه؟ ببخشید من از قصد این کارو نکردم. اومده بودم آب بخورم، فقط میخواستم. اومده بودی آب بخوری یا منو حموم کنی؟ حالا چرا به من زل زدی؟ از اتاق پاشو. من که گفتم از قصد این کارو نکردم ویهان. من تو فکر کردی من خرم ها؟ میدونم تو چقدر کینه‌ای هستی. میدونم میخواستی منو از خواب بیدار کنی یا اذیتم کنی. حالا داری کجا میری؟ خب دستشویی. اول من میرم. ببین بیهان، اول من بیدار شدم، پس من باید اول برم. جدی؟ برو. سوس! کجاست گوش؟ دیدی؟ حال کردی؟ تا تو باشی دیگه سر صبحی نخوای منو با آب یخ بیدار کنی. حالا بشین تو صف دستشویی و منتظر بمون تا من برگردم. تو نوبتت برای دستشویی رفتن بده. خب
بیاین یه مسابقه مادر جون ساده امروز برای نهار چی بپزم؟ مگه نمیبینی دارم برنامه پسرمو میبینم؟ تلویزیون داره برنامه تارو رو نشون میده. خب بیاید شروع کنیم. بیاید یه مسابقه سوال و جواب سریع برگزار کنیم. تارو چقدر خوشتیپ شده نه؟ مثل بازیگراست. شرکت کنندگان یوگا رو داره. ساکشی سوال بعدی. چرا به اخبار میگن اخبار؟ خب به اخبار میگن اخبار دیگه تارو. این چه کاری بود کردی؟ ببینم تو چجوری به خودت اجازه دادی تلویزیون رو خاموش کنی؟ مادر جون لطفاً منو ببخشید ولی میدونین چی به فکرم رسید؟ یه فکر محشر برای نزدیک کردن بردش و حربیان تاکی به هم دیگه به سرم زد. لازم نکرده. تو تا همین الانشم کلی کارای احمقانه برای اونا انجام دادی. دیگه نمیخواد. بس تلویزیون رو روشن کن. مادر جون ولی یه بار گوش کنین ببینین چی میگم. شما کاملا درست میگین که برادر شوهرم تارو مثل بازیگراست. برای همین تاکی عاشق برادر شوهر تارو شده و نه الانم از برادر شوهر ویهان خوشش نمیاد چون که اون شبیه بازیگرا به نظر نمیاد. تاکی فکر میکنه ویهان عین لات و لوتاست. برای همینه که برادر شوهر ویهان و تاکی همیشه با هم دیگه دعوا میکنن. مگه نه؟ اگه تاپکی هم برادر شوهر ویهانو به چشم یه قهرمان ببینه، تاپکی دیگه برادر شوهر تارو رو فراموش میکنه و عاشق برادر شوهر ویهان میشه. و این دفعه من هر کاری بتونم میکنم تا برادر شوهر ویهان و تاپکی به همدیگه نزدیک بشن. میگم مادر جون این دفعه برای این کار بهم کمک میکنی؟ کمک میکنی یا نه؟ و بعدش باید اون انگشتر الماس رو بدینش به من مادر جون. من اومده بودم این انگشتر الماس رو بذارم سر جاش ولی الان میخوام این انگشتر رو چند روز دیگه هم پیش خودم نگه دارم. همه یه نقشه های چوتکی و نقشه براب میکنم تا این انگشتر الماس برای همیشه مال من بشه. امروز میفهمم اون دختره کیه و کجاییه. امروز میفهمم که عشق من چه شکلیه. ای بابا چقدر لفتش میده. چرا خبری ازش نیست؟ ای بابا سلام خوشتی. سلام سلام سلام. منظورم اینه که سلام. تو همون تلفن عشق. آره من همونم. کیا رو میگی؟ اسم منه کیارا. اسمت خارجی به نظر میاد. حتما تو خارج زندگی میکردی نه؟ آره بابای من توی هند زندگی میکنه ولی من تو US زندگی میکنم. US آمریکا. من دیگه نونم تو روغنه. چیه؟ ببخشید معذرت میخوام. راحت باش. یه تلفن خیلی مهمه. مشکلی نیست صحبت کن. چیه مامان؟ تو کجایی آخه؟ سری بیا. چند تا از فامیلای مینی اومدن تو رو ببینن. هم خودش بره به جهنم هم فامیلاش. نمیخوام ببینمشون. من اینجا دارم زندگیمو میسازم بعد تو اصلا بهشون بگو برام یه کار ضروری پیش اومده باشه. احمق هیچ کاری مهمتر از به دست آوردن پولای مینی نیست. فوراً بیا اینجا وگرنه اون شک میکنه. باشه الان میام. عزیزم تلفن کاری مهم بود. پای چند میلیون پول در میون بود. عیبی نداری. قلبم میگه که نباید برم ولی خب مجبورم که برم دیگه. ولی خیلی زود هم دیگه رو میبینیم. خیلی زود ملاقات. باشه عزیز دلم. نه ولی ناراحت نباش. ما خیلی زود هم دیگه رو میبینیم. خیلی زود هم دیگه رو. بای 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 بای. زنگ بزن باشه.
خیلی خوب بود آدیتی. دیباکر اصلا نتونست تو رو بشناسه. ولی به زودی همه اونو میشناسن. به زودی همه ذات واقعی اونو میشناسن. یعنی تو این دوره زمونه هم همچین آدمایی پیدا میشن؟ چرا مگه چی شده؟ توی این کتاب مذهبی زندگی نامه ماهاریشی رو نوشته ماهاریشی اوایل خیلی کارای بدی میکرد، ولی وقتی اون متوجه اشتباهاتش شد دیگه دست از همه اشتباهات و کارای بدش برداشت و بعدش هم یه عابد خیلی معروف شد. خب همینه دیگه مادر جون. در وجود هر انسانی بدی و خوبی هست. اگه بدیش بیشتر دیده میشه خب معنیش این نیست که در وجودش هیچ خوبی وجود نداره. فقط باید خوبیاشو بیشتر مورد توجه قرار داد. مثلا خانواده خودمونو در نظر بگیر. هممون یک کمبودی داریم، ولی ویهان ما ظاهراً از هممون بدجنس‌تره، ولی اون پسر خیلی خوشقلبیه. مگه نه مادر جون؟ اگه ویهان نبود الان بابای تارو هم اینجا نبود، نه؟ آره عروس، تو کاملا درست میگی. اون تو سن و سال خیلی کم پسر منو از دست 10-15 تا آدم جانی نجات داد. فکرشو بکن، اون خودش هم تو همون بچگی خیلی وحشی بوده. مادر جون بهش نگو وحشی، بهش بگو شجاع و قوی. ویهان ما همیشه از خانواده‌اش دفاع میکنه. ای بابا، تو این دور زمونه که مردم با ترس و لرز دارن زندگی میکنن، ما داریم با خیال راحت زندگی میکنیم، چون که ما ویهانو داریم. آره، همه ازش میترسن، چون اون از همه لاتای کله گندم لاتره. مادر، ماهاریشی عابد معروفی شد چون اون از اشتباهاتش توبه کرد و قسم خورد که آدم خوبی باشه، ولی هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. من برم این سبزی‌ها رو بذارم تو آشپزخونه. تاکی اصلا حاضر نیست هیچ تعریفی از برادر شوهر ویهان بشنوه. من که بهت گفتم چوتکی، بهتره این انگشتر الماس رو فراموش کنی. عروس باسو، تارو کجاست؟ این روزا اصلا پیداش نیست، نه توی خونه پیداش میشه نه دیگه با ماها حرف میزنه. یکم مراقبش باش. مادر جون من هر کاری میکنم همش به خاطر اونه. مامان شما اینجا؟ تو چی پسرم؟ تو اومدی اینجا و مادر تو تنها گذاشتی؟ اینجا میشینی تا کیو فراموش کنی پسرم؟ نه مامان، راستش پسرم چرا خودتو برای اتفاقی که افتاده سرزنش رو تنبیه میکنی؟ تا کی میخوای اینجوری باشی تارو؟ پسرم چجوری میخوایی با این دل زخم خورده به زندگیت ادامه بدی؟ برای چی؟ از این جریان بیا بیرون، زمان همه مشکلاتتو حل میکنه. مامان، زمان برای من از حرکت ایستاده. بیا اینجا ببینم، بیا برات غذایی که دوست داری رو آوردم، اونجا بشین. من اومدم اینجا تا با دست خودم بهت غذا بدم، باشه؟ ببین نگاه کن، اینهاش نون روغنی، سیب زمینی و اینم خوراک سبزی. داداش مانوهر. بله
داری میری برای پدرجان روزنامه بخونی؟ آره بله زنده داشت. این روزنامه رو بده من. امروز یکی دیگه برای پدرجون روزنامه میخونه. خب شما برو داروهای دیابت بیبی جون رو از داروخونه بخر و بیار، چون داروهاش داره تموم میشه. زود برو. هی مانو، هر کدوم گوری هستی؟ نمیخوای امروز برام روزنامه بخونی؟ پدرجون امروز برادر شوهر ویهان برای شما روزنامه میخونه. بیا دیگه. آخه مانوهر رو فرستادم برای بیبی جون دارو بگیره. بیا دیگه. بیا ویهان، بیا بشین اینجا. روزنامه یه هندی بهش دادی دیگه. این عرضه انگلیسی خوندن نداره. بله پدرجون، روزنامه هندی براش آوردم. بخون دیگه برادر شوهر. تو بخون، من الان برمیگردم. باشه حالا میرم تاکیو میفرستم که بیاد اینجا. در شهر بیهار انتخابات مجلس شروع شده. بله. هی تاکی، گوش کن چی میگم. بله زنده داشت. یه کاری برام میکنی؟ برو از پدرجون بپرس بازم چایی میخواد براش بیارم یا نه. من نمیتونم برم، سنجی کارم دارم. باشه الان میرم میپرسم. حالا کارت انجام میشه چوتکی. برادر شوهر ویهان داره روزنامه میخونه، برای همینم تاکی ازش خوشش میاد. وقتی برادر شوهر ویهان واسه پدرجون روزنامه میخونه، تاکی حس میکنه که ویهان چقدر باحال شد و بعدش تاکی عاشق برادر شوهر ویهان میشه. این شد یه چیزی. نماینده مجلس هند لاکشمن پرساد مورد انتقاد سایر نمایندگان قرار گرفت و گفت از موقعیت خود به نفع مردم استفاده کند. نمایندگان مجلس اخیراً دچار اختلافات زیادی شدند و برای همین منظور مجلس هند دچار آشفتگی شده است. تاب که دختر. بابا جون شما بازم چایی میخوام؟ نه فقط اینو بذار رو میز. تو چت شده باز؟ چرا نمیذاری آهنگ گوش کنی؟ اگه تو میتونی مثل من با لکنت حرف بزنی، میتونی آهنگم همینجوری گوش کنی دیگه. چی؟ ویهان مسخره کردن بقیه کار خیلی راحتیه، ولی در کردن دردشون کار خیلی سختیه. مگه من کیو مسخره کردم؟ اون روز شنیدی من دارم روزنامه خوندن تمرین میکنم، بعد الان پیش بابا جون همونطوری با لکنت روزنامه خوندی و منو مسخره کردی. داشتی ادای منو در میآوردی نه؟ ببین من ادای تو رو در آره تو هم واقعا اینطوری، همین که اشتباه میکنی و همین که هیچ وقت اشتباهاتو قبول نمیکنی. تو دوست داری منو مسخره کنی نه؟ خب هر چقدر دلت میخواد منو مسخره کن، ولی اینو یادت باشه که من هیچ وقت شکست نمیخورم، هیچ وقتم دست از تمرینم بر نمیدارم. هی خانم بزرگ، تو اونقدرم مهم نیستی که من همه وقتمو برات هدر کنم و الاف تو بخوام باشم. من ادای تو رو در نمی آوردم، من کلن همینجوری میخونم با لکنت برای اینکه تا پنجم بیشتر کردم. اگه تو بچگی درس میخوندم راحت میتونستم روزنامه بخونم، خیلی راحت، هم انگلیسی هم هندی. این حرفت هم مثل همه حرفای قبلی دروغه نه؟ آره دارم مسخرت میکنم، دارم دروغ میگم. راضی شدی؟ ضمناً من که هر کاری بکنم تو همیشه منو مقصر میدونی.
پس هر جور دوست داری دربارم فکر کن. برای منم هیچ اهمیتی نداره. ای خدا، این نقشه باحال جلوه دادن برادر شوهر ویهان که کلاً به هم ریخت. چوتکی، حالا باید این نقشه بهتر اجرا کنی، خیلی بهتر.